سلام حالتون چطوره؟ من مامان محدثه هستم. امروز با نکات تنبلی تخمدان یا PCOS در خدمتتون هستم. اول از همه بگم تنبلی تخمدان یعنی چی؟ یعنی تخمدان‌های شما پر از کیستای کوچولو شده که دورش یه لایه ضخیم هستش و اجازه نمیده اون تخمک آزاد بشه تا پریودی اتفاق بیفته و بارداری هم اتفاق بیفته. افرادی که این مشکل رو دارن یه سری ویژگی‌ها دارن، مثل چی؟ اول اینکه ما میگیم اولیگومنوره، یعنی پریودیاشون نامنظمه و اینکه دیر به دیر میشن، بیشتر از 35 روز طول میکشه تا پریودی بعدی اتفاق بیفته. دوم اینکه هورمونای مردونه تو بدنشون خیلی زیاد میشه که خودش میتونه باعث جوش و پرمویی بشه. حالا پرمویی بیشتر کجاها؟ زیر چانه، روی قفسه سینه، بین کشاره ران و غیره. این افراد معمولا توپولی هم هستن و اگه سونو برن، توی سونو گزارش میکنه که چی؟ تخمدانشون پر از کیسته. و این مهمه، چرا؟ چون که تنبلی تخمدان مانع بارداری میشه. از اون طرف میتونه باعث دیابت، فشار خون بالا، یه سری مشکلات قلبی و چربی خون بشه. البته نترسید، چون همه اینها توی موارد خیلی پیشرفته اتفاق میفته و خیلی راحت قابل پیشگیریه. درمانشو توی پست بعدی براتون میذارم. دوستتون دارم. خدا نگهدار.